برادران بابک، اجازه بدید از همه تک تک شما که از راه‌های دور و نزدیک با قلبی بزرگ ولی شکسته و اندوه بار به اینجا تشریف آوردید که چند ساعتی با هم سفری داشته باشیم در زندگی کوتاه یکی از نادر پسرهایی که متاسفانه قطار عمر زندگیش خیلی زود به ایستگاه رسید و سوارش کرد. از همگیتون خواهش میکنم یک دقیقه سکوت بکنیم به خاطر بابک، تو هم با دعا. من همین اینا رو حفظم ولی آوردم که چیزی از قلم نندازم، چون به قول رندی وقتی احساساتی میشی جلوی دوربین یا مردم یادت میره. کاغذ و قلمم رو برداشتم تا خطی رو آماده کنم تا درباره دوست و برادرمان بابک رحیمی چند خطی از خاطرات دوران فوتبال و دوستی هم باهاش صحبت کنم که در افکارم فرو رفتم. واقعا میشه مطلبی چگونه میتونم آغاز کنم که اینقدر این بابک محسنات خوب و مختلف داره که سختی سخن آغاز کنم، ولی آخر باید از یک جا شروع کنم و اون هیچ چیز به جز فوتبال نیست. فقط یادآوری کنم بازی والیبالش هم عین فوتبالش بود. مطمئن هستم که اکثر ما که اینجا جمع شدیم مستقیم یا غیر مستقیم با بابک از طریق فوتبال آشنا شدیم و دوستیمون جاودانه بود. بابک رحیمی یک بازیکن در یک پوزیشن نبود، مثل روح بزرگش سرکش و از جسمش بزرگتر بود. در زمین فوتبال هم عین هم را عمل میکرد، یعنی بر فرض مثال بابک رو میذاشیم دفاع آخر جلوی گل بازی کنه و همیشه دلم میگفتن که بیچاره اون تیم مقابل نمیدونه که گلی به دروازه ما نخواهد خورد تا اون تو اون پوزیشن بازی میکنه. حالا یک رو از بازی گذشته دارم بازی رو نگاه میکنم و بابک رو نگاه میکنم کلافه است، تو خودش داره همجوری حرف میزنه و میگه چیکار کنم، مثل پرنده تو قفس افتاده با خود داره فکر میکنه. من میدونم جوابش داره فکر میکنه. اولین موقعیت توپو برمی داری میره طرف جلو، میره همه رو دریبل میزنه و با یه گله که به چارچوب گل دروازه روبرو میزنه و برمیگرده با خنده برمیگرده به تمام بازیکنان تیم میگه دیدید اینجوری باید گل زد و چرا شما اونجا واسه هیچ کاری انجام نمیدید. بابک رو در هر پوزیشنی که میذاشتیم با جون و دل بازی میکرد، واقعا بازی نمیکرد، میجنگید. فرق نمیکرد تیم خودش بود، پارسیان، پرسپولیس، یاران و یا هر تیمی که با افتخار دعوتش میکردن. میدونم مدیران، مربیان و سروران زیادی در این مکان من میبینم که بابک در آن تیم بازی کرده و شاهد جنگیدن اون بوده است. یادم میاد وقتی که با بهروز تیم پارسیان رو همراهی میکردم، هر دفعه که در زمین خودمون بازی داشتیم باید گلا رو میچیدیم، جمع میکردیم، وسایل رو میبردیم توی ماشین و خودمون که میومدیم اطرافمون نگاه میکردیم می‌دیدیم هیچکی نیست جز بابک، فقط من و بهروز بابک، همه گذاشتن رفتن. کمک میکرد، گلا رو جمع میکردیم. وقتی ازش تشکر میکردم این حرف میزد اکبر آقا وظیفه‌مه، این حرفا چیه؟ این سیگنیچر حرف بابک بود، این حرفا چیه؟ بابک یک ورزشکار سنتی به تمام کلمه بود، یعنی بزرگتران همیشه برایش قابل احترام بودند، چه داخل زمین چه بیرون از زمین، و به همه تذکر میداد که مواظب حرف زدنتون با مربی یا مدیر باشگاهتون باشید و حتی بازیکنان که سنشون کمتر از بقیه بودند. با قلبی از توأم از عشق و محبت با دختر نازنین دوست داشتنی به نام ماریا فرناند آشنا شد که ثمره عشقشان را در اینجا شاهد هستیم. 2 فرشته به نام‌های ستاره و ترانه که مطمئن هستم اونها یک روز خواهند فهمید که پدرشان چند تا خاله و دایی بسیار نزدیک داره که همینجوری جمع شده. و این 2 فرشته مطمئنم نام نیک پندار پاک و کردار او را با خود خواهند کشید.
بابک در میان ما نیست، ولی همیشه در افکارمان زندگی خواهد کرد. دوستان عزیزان من، همدیگر رو دوست بداریم، گذشت داشته باشیم، خود را به اندازه خود قبول کنیم، چون شاید هستید و نمیدونیم که قطار عمرمان کی به ایستگاه میرسد که ما سوار شیم و برویم. بار دیگر از طرف خود و تمام برادران بابک که به این محل تشریف آوردید تشکر میکنم و تشکر بسیار از آقای حشمت بارانی که مثل همیشه با قلبی باز و دستای گرمش خانه‌اش را در اختیار ما گذاشته تا دور هم جمع شیم به خاطر بابک رحیمی و ازش خداحافظی کنیم. تشکر از